همانند از رنگارنگی گلهای زمینی نیز زندگیشان را رنگ می‌دهند. کاشت و پرورش گل یکی از رسم‌های دیگری است که در بدخشان هنوز زنده و باقی است و با آنکه رنج روزهای دشوار زندگی تمایل را از این گونه رسم‌ها کمتر کرده، اما هنوز کسانی هستند برای شادابی طبیعت و ماحول خود و یا هم خوشحالی دل گل می‌کارند. در این بخش برنامه افغانستان پیژندنه از صحبت در مورد گل و بلبل می رویم به سوی گل و همت بلند دل و حرف و کلام مرد محسن 70 ساله را با هم می بینیم و می شنویم که سالها از گل ظروف کلالی ساخته و در خدمت مردمش بوده است. در همین مشغولیت کار مدت 75 سال ما سپری کردم. بعد از 75 سال ما شیخ فانی شدم. وسایل کارخانه همگی عید سیما رفت، با ما دیگه هیچ چیزی باقی نموند. فعلا در خانه نشین هستم و از ما کدام شاگرد و وسایل و سرمایه گذاری دیگه وجود نداره. با همون نسبت این قسم این دستگاه به سکوت مواجه شد. تا به امروز سکوت است. بیدارتان کنم بعد از زمانی که دست خارجی ها بازیچه در افغانستان شد، بعد از داود خان افغانستان از کسب تاریخی های کلالی، چنبوزدوزی، بوددوزی، آهنگری، نجاری از همین به سکوت مواجه شد. چیزی که در داخل افغانستان آمد بازیچه خارجی شد. پلاستیک آمد، همه چیزی که آمد از خارج آمد. لذا به اون نسبتی همو که کار را خارجی ها به سکوت مواجه کردن. پدر ما به ما زحمت خواندن هم کرد، زحمت همه کسب هم کرد که کسب یاد بگیرید که تاریخی. ما از پدرمون همه کسب یاد گرفتیم. مدت 75 سال تمام روزگار زندگانی ما اهل فامیل از همه کسم پیش بردیم. کوزه جور میکردیم، سرایی جور میکردیم، گلدانی جور میکردیم، فرض مثلا شیشگی، کاشیکاری، مجسمه سازی، هر تندور سازی، در خشت، چونپزی، تمام وسایل که در کتیلا که همه کلالی وجود داشت ما را میکردیم. مگر سرمایه به دست است پای سود نکوشید، مفتزگذران است پای سود نکوشید. در جیب که پیسه نباشد در بازار چیزی را خرده میتونی. خیالی ما دست خالی و شیخ فانی دیگر کارخانه کلالی به 1 لک افغانی جور مرزاب میشود. او شاگرد به کار داره، او وسایل سرمایه گذاری داره دیگه. از این ما ناکام که هستیم با اون لیاز خریدار هم که داره پسمان است. او وسایل های مختلف نو داره. کاشیکاریش علایه است، سفیدکاریش علایه است، گلکاریش علایه. گلکاریش ایناست، تندورسازی است. سفیدکاریش قبیل کوزه، سرایی، گلدانی، این ایا سفیدکاریش. کاشیکاریش قبیل غوری، قبیل شیشگی نانخری، وسایل های چینی، چاینک، چاجوش، چیزی که وسایلی که هست جور میشه. این حالی ما که بخواهیم که کارخانه جور کنیم، شاگرد بگیریم، کار کنیم، به توان میکنیم، اما نیست، سرمایه نیست. اما کارخانه را که جور میکنیم اولش به اون جا بکار، مخصوص یک جا دیگه. بعد از اون سرمایه بکار که کارخانه و دستگاه جور شود. بعد از اون که کار کردی بعد آدمی میخرنش و پیسه و سرمایه به دستت میآید. در سن 75 رفتم، دلم تا حالی دم که به همون چرخ دوکانم به یادم یک گریه میکنم و سختم میکنم. این خاطرم همیشه دلم سخت میکنه. میرم به مرای کندم، میرم دلم سخت میکنه، پس میرم. اما ای قدرت سرمایه و قدرت پولی و قدرت جایی و قدرت خلاص شد. در صورتی که مایه باشه و جا باشه و ما کارخانه را امکان داره که یک 3-4 نفرم اولادای ما همه کس به یاد بگیرم، پس تازه شوه،
پس سر شوا با اونا بانه نکی نیستی جو اسمی اصاد است. بیننده های خوبی تلویزیون شرق گلوبال اچ‌دی و برنامه افغانستان پیژندنه. داشته های برنامه کنونی در مورد رسم و عنعنات مردم بدخشان همین قدر بود. تا برنامه های دیگر که بخش های زندگی مردم بدخشان را به تصویر می کشیم، الله نگهدار. شرق تلویزیون ټولې خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خبرونه وګورئ.